در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. عرض سلام و ارادت داریم خدمت همه بیننده هایی که قسمت های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم نگاه تدقیقی به تاریخ عبدالرحمن خانی را دیدن، تبصره کردن. دیشب یک مدیر مکتب آلمانی از من سوالات در رابطه با قرآن کرد. خودش آلمانی بود، هیچ مسلمان هم نبود. برش گفته که خودت هم تو قرآن همطور ایمان داری که یعنی می حق است و جزی نیست، یا ای که مطالعه میکنی؟ گفتم نه، من یک روش دیگر رو دارم. اون روش که هر جایی که من سوال از دوست ها پیدا کنم یا در نظر خودم مشکوک باشه، از در اون قسمت یک برنامه ریزی میکنم. حداقل یک ماه، 2 ماه، 3 ماه از جوه های مختلف مطالعه میکنم و به نتیجه میرسم. قیام هزاره ها به نظر من یک دلیل خاص داشته و هم اختلاف بوده و این اختلاف هم از تضاد منافع پیش میاد و یکی از دلایلی که ما در افغانستان مشکلات فعلی را از لحاظ ملت‌سازی و ملت بودن داریم همین تضاد منافع است. اگرچه که مثلا حکومت مرکزی یکی از ارکان ملت‌سازی است یا ملت شدن است، ولی تضاد منافع و توزیع ناعادلانه و به غیر منصفانه منافع باعث ایجاد اختلاف میشه. افغانستان قدیم که بزرگ بوده، اینا افغانستان 3 قسمت بوده. قسمت شمال در دست پدر عبدالرحمن محمد افضل خان بوده، قسمت جنوب و مشرقی پشاور و کوهات و سوهات زیر نظر محمد اعظم خان بوده و قسمت نواحی مرکزی هرات، قندار، نیمروز، بادغیسات، اینها زیر نظر شیرعلی خان بوده، امیر شیرعلی خان. این 3 تا برادر با هم بر سر یک دست کردن قدرت با هم چی جنگ‌های خاندانی که نکردن. اینمی عبدالرحمن با امیر شیرعلی خان عموی خودش چی جنگ‌ها که نکرد. شیرعلی خان 2 بار سلطنت سقوط کرده، 2 بار هم به سلطنت برگشت. حالا اون کتاب تاج التواریخ مال خود عبدالرحمن هم نیست، مال سلطان محمد خان هندی با ترجمه ایرانی از روی انگلیسی و خیلی مشکلات زیاد داره. ولی با این من چون به فرمایش دوستا که فرمودن ما چون دیگه منبع نداریم فعلا، ما در او باره اگه گپ بزنیم 2 تا منبع داریم. اینمی سراج التواریخ هست و تاج التواریخ که تاج التواریخ خیلی مفصله و سراج التواریخ هم خیلی اطواله. اینمی اطوالگویی از او باعث میشه که اصلا مقصد خودش هم گم باشه. یک منبع کوچیک دیگه هم بوده قبلا ولی حالا اون نابود شده. امضا از کیه؟ امضا از سید محمد رضا آل پیام. آل پیام همه تون میشناسید که در وزارت خارجه ایران مسئول میز افغانستان بود. این را زیر نظر آل پیام شده این کار. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. عرض سلام و ارادت داریم خدمت همه بیننده هایی که قسمت های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم نگاه تدقیقی به تاریخ عبدالرحمن خانی را دیدن، تبصره کردن و من میخوایم عرض کنم که بیننده های گرامی، من بعد از این در واتساپ بنا ندارم به هیچ کسی جواب بتم. اگر نقدتان فکر میکنین جدی است یا راهنماییتان یا انتقادتان، لطفاً در کانال یوتیوب رادیو کتاب بنویسین. به خاطر از اینکه در هر هفته من تقریبا 5 الی 6 پیشنهاد در واتساپ شخصی خود میبینم. وقتی در رادیو کتاب میرم هیچ کدام از این بزرگوارا اونجا کامنت نمیمونه. رای قانونی ایجاب میکنه که شما نظراتتان امونجا بگذارین و در اونجا من بر شما جوابم منویسم، وظیفه‌ام است که بنویسم. در واتساپ هم به دلیل مصروفیت زیاد نوشته نمیتونم. و حالی میریم پای سوالا یا تبصره احمدی صاحب میشینیم که بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیشب یک مدیر مکتب آلمانی 30 سال مدیر مکتب بود، از من سوالات در رابطه با قرآن کرد. خودش آلمانی بود، هیچ مسلمان هم نبود.
برش گفته که خودت همطور قرآن همطور ایمان داری که یعنی می حق است و جزی نیست، یا ای که مطالعه میکنی. گفتم نه، من یک روش دیگر را دارم. اون روش که هر جایی که من سوال از دوست ها پیدا کنم یا در نظر خودم مشکوک باشه، باز در اون قسمت یک برنامه ریزی میکنم، حداقل 1 ماه 2 ماه 3 ماه از جوه های مختلف مطالعه میکنم و به نتیجه میرسم. بعد من گفتم چون خودت تحصیل کرده هستی، دکترا داری، میفهمیم. گفتم یکی از معلم استادهای ما یک پروفسور حقوق بود، ایشان میگفته که من، البته یک داستان حدود بگویم 40 سال یا 35 سال پیش هست، که میگفته بر من قرآن بسیار جالب است که میگه 1400 سال پیش نوشته بود که اگر شما یک کار را میکنین کتبی باشه و شاهدام امضا کنه. گفتم این مثالش در رشته انجینری برق ما یک پروفسور داشتیم میگفته که خداوند سریعترین هست در حساب، ولی نه اون مسائل حقوقی را که او پروفسور میفهمید و نه اون سرعت که منظور او پروفسور بود که خداوند سریعترین هست، ما درک نمیکردیم. ولی هر انسان در همون بخش که 30-40 سال کار میکنه بیای قرآن ببینه و بعد نتایجش که میبینه تسلیم خداوند میشه و قبول میکنه. و گفتم قرآن به زبان آلمانی کامل نیست، به زبان فارسی کامل نیست، تنها به زبان عربی. و براستی که جهان که به طرف آینده میره شون یک راهنما هست. و مسائل که عزیزای ما در اینجا مطرح میکنه و بخصوص هموطنای عزیز ما و نور چشمه های ما، اینا که مسائل 100 سال پیش صحبت میکنن، به اندازه 100 سال فوق العاده خطاها وجود داره. امروز ما شما در غزه میبینیم یکی از دکترها داره در تلویزیون کتابهای بسیار جالب داره، میگه ما که اگر یک کمک انتقاد راجع به خود اسرائیلیا بکنیم، خودش یهودی است، از جمله کسایی بود که آمد داخل اسرائیل شد به عنوان یک صهیونیست به اصطلاح جوان 30 ساله. حالا میگه اگر ما یک انتقاد بکنیم یا یک کوچکترین طرفداری از ظلم و ستمی که بر علیه مردم غزه میشه، ما حق زندگی را نداریم، یعنی باید چوب باشیم. و اینمی در تمام دنیا هست. و ما این دیروز که تاریخ 7 اکتبر بود 50 سال دقیق شده که ما آلمان آمدیم. ما هیچ با این مسائل افغانستان که احزاب و گروه ها و سید و هزاره و قزلباش و پشتون و تاجک و اینا هیچ سر و کار نداشتم و کلشون هم دوست دارم. اما من از قرآن عظیمشان برای اجتماع، برای آقای عادلی عزیز و برای کلگی عزیزا بخصوص دانشمندهای عزیز توصیه میکنم، واقعا توصیه میکنم به اساس قرآن. ولی کلمه توصیه را ما مسلمان ها غلط میفهمیم. ما توصیه به اساس و تواصی بالحق و تواصی بالصبر میکنم. هر مسائلی که جنگ و جدال و نفاق و روحیه کشی را داره، ما در اون قسمت ها به اصطلاح زیاد داخل نشیم. خداوند میگه که ای علی شفا حفرت من النار، یعنی وقتی که شما در راه های که زخم میزنین، شما مثلا از جمعیت اسلامی بعدتان میایه، از فرض کنیم که احمد شاه مسعود بعدتان میایه، از دوستم بعدتان میایه، از مزاری بعدتان میایه، اما عزیزای میلیون ها نفر هست در افغانستان که اونا را خوش دارن. و این من بازم به اساس قرآن میگم که خداوند حتی برای پیامبر ما دستور میده که میگه سب و دشنام نکنین به اون خرابای از او و بتهای از او که اونام به الله به اصلاح سب و دشنام میکنن. احمدی صاحب بزرگوار، بله. اگر در مورد تاریخ عبدالرحمن خان چیزی گفتنی دارین بفرمایین
این توصیه های خیرخواهانه تا نکردین. تشکر. اگر نه که بریم سر موضوع صاحب، شما کاملا خارج از موضوع گپ میزنید. خب من امیر میگم که شما ببینید صحبت هایی که جناب آقای علوی میکنه یا تا حدود با بسیار احتیاط جناب آقای اسم شریف عادلی میکنن، متوجه است اینا مثل دانشگاه ها واره و ما جای هم نداریم که مثل دانشگاه ها واره بررسی کنیم نظریه های مختلفه و نچسبیم به یک قوم، به یک ملتی که ما را زیادتر خراب می سازه، یعنی دشمنی را بار میاره. شما گفتای آقای علوی را آموز خانرانی اما یک تاریخدان ایرانی را من بر شما روان کردم، من صفحه شورام روان میکنم که درست برعکس گپای آقای علوی گپ میزد که میگفته که احمدی صاحب، عبدالرحمن خان احمدی صاحب بزرگوار، معمو گپای برنامه ساز ایرانی را با وجودی که قبلا شنیده بودم به احترام شما مجددا شنیدم و نظر خودم به عنوان کسی که آگاهی اندک از تاریخ دارم خدمت شما نوشته کردم که سایر برنامه های ایشان خیلی کارا است. در این مورد معلوماتشان به حد اقل تکیه داره. اینجا موضوعی که نه آقای علوی به کسی توهین کرده، نه آقای عادلی به کسی توهین کرده، نه قصد توهین است. اینا نظر خود از سراج التواریخ و تاج التواریخ میگه. من هی تأکید میکنم کسایی که قبول نداره گپای از اینا را بیای از این تریبون رد کنم. بنابراین به اجازه تون میریم در اصل موضوع. عاطف صاحب بفرمایید شما. بله، با تشکر که وقت دادین، فرصت دادین. تشکری خاص دارم از جناب عادلی صاحب. ما در برنامه گذشت، یک برنامه قبل که گذشت فرصت کوتاه بود، نتونستم. ما یک سوال کردم، بعدش عادلی صاحب گفت ما میخوایم یک کوتاه در مورد یک چیز بگیم، بسیار کوتاه میخوایم، صحبت های از 2 دقیقه 3 دقیقه طول نمیکشه، چون فرصت میخوایم برای عادلی صاحب داشته باشیم. قیام هزاره ها به نظر ما یک دلیل خاص داشته و هم اختلاف بوده و این اختلاف هم از تضاد منافع پیش میاد و یکی از دلایلی که ما در افغانستان مشکلات فعلی را از لحاظ ملت سازی و یعنی یک ملت بودن داریم، همین تضاد منافع است. اگرچه که مثلا حکومت مرکزی یکی از ارکان ملت سازی است یا ملت شدن است، ولی تضاد منافع و توزیع ناعادلانه و غیر منصفانه منافع باعث ایجاد اختلاف میشه و این دو زمان هم دوام بوده و امی باعث اینمی اختلاف یا اینمی تضاد منافع باعث یکی از دلایل خاص اینمی قیام بوده. دلایل باقی ماندهش که مثلا شما فرمودین دقیق است که خط داده بودن، مثلا کاغذ وقتی که خودمختاری اعلان کرد، خودمختاری هم به یک دلیل اعلان شده بود که خب بدون دلیل یکی از دلایلش همین تضاد منافع است به گمان من و این مردم و امروز هم همین قضیه جریان داره. شما ببینید یکی از بزرگوارا رو من دیروز ویدیوش دیدم، اسمش نمیبرم، اگر موسیقی صاحب خواستن هدایت دادن اسمشان هم میبرم، گفتن که میگن که افغانستان بر افغانا درست شده و بر افغانا است و ما جز از اون نیستیم و این خودی بزرگوار به نام افغان در کشور دیگه پناهنده شده و از مزایای افغان بودن استفاده میکنه. شما فکر بکنین اینمی آدم همه گپ میفهمه که اینمی در اون کشور پناهنده شده به نام افغان، ولی اینمی دامن میزنه یا اینمی موضوع رو بالا میکنه. دلیلش تضاد منافع است، چون خودش در آینه نمیبینه، چون او آدم کوچکی هم نیست، آدم خورده نیست که ما بگیم از یک دهن کوچکی است. اینمی که خودش در آینه نمیبینه، این باعث شده که بایی که میفهمه که به نام افغان پناهنده شده از مزایای افغان بودن استفاده میکنه، ولی میگه که افغانستان بر افغانا درست شده و خودش هم میگه که من افغان نیستم مثلا، در حالی که شاید یک تحلیل درست نباشه، ما به او نمیپردازم چون بحث امروز نیست. یک مسئله دومی را که در رابطه با تاریخ همی قیاما و مسائل گفتن، قسم که ما میفهمیم در این رابطه فقط همی دو تا نوشته کتبی وجود داره، تاج التواریخ و سراج التواریخ. از یکیشون از ضیاء ملت و دین، یکیشون از سراج ملت و دین، از هر دو یادگار مونده. متواقی تاریخ نویسای معاصر وقتی که نوشته کردن، بازم ما فکر میکنم در این نظر ما است،
اینا اگر چیزایی را ایجاد یا ایقاس دی آوردن، من فکر میکنم از تاریخ شفاهی شاید استفاده کرده باشن. آنچه که از منطقه زبان به زبان آمده، گفته است که سینه به سینه آمده، شفاهی انتقال پیدا کرده و در اینجا رسیده و اینا او را گرفتن که این مطمئنا قابل اطمینان نیست، قابل اتکام شاید نباشه، ولی در بعض مواقع مثلا باید که راستی آزمایی شود، شاید که همش نادرست هم نباشه. این مسئله جعل تاریخی است. شاید اینا کسایی که این نوشته ها را کردن به عنوان جعل تاریخ، خب از لحاظ تکنیکی جعل تاریخ است، ولی از لحاظ عملی شاید فکر کنیم که شاید عمدن این کار نکرده باشن، بنابر آنچه که از لحاظ شفاهی گرفتن، چون دیگه سند کتبی نیست که اینا از اونجا گرفته باشن، پس حتما از تاریخ شفاهی این چیزا را گرفتن و نوشته کردن. البته یام نظرم است. یک مسئله را که کاظمی صاحب گفتن، ما میخوایم بگویم که کوتاه گفتن اگر زحمت انتقاد کنیم محمود ناراحت میشه، اگر از محمود ناراحت. این یک رسم مروجی در افغانستان که انتقاد پذیرفتنی نیست. دلیلش همی است که ما تقدسگرا هستیم. یکی از دلایلش است که ما تقدسگرا هستیم. همه چیز پیش ما مقدس است، همه کس پیش ما مقدس است و این از حال هم نیست، از گذشته های دور آمده ما داریم، حالا ما نمیخوایم به او چیز بکنیم. یکی از دلایلش همین است، انتقاد ما پذیرفتن نمیتونیم، چون همه چیز با مقدس است. امروز هر کسی که شما چیز میگین فکر میکنین که به مقدسات توهین کردین. یک آدمی هم اگر چیز بگین، ولی کسی هم پرسان نمیکنه که تقدس خدا یا اسمت خدا این آدم از کجا گرفته، ولی از کجا مثلا منشأش است. یکی از دلایلش بوده. من صحبت‌های من میخوایم از عادلی صاحب بشنویم، چون خیلی زحمت کشیدن. بسیار تشکر صاحب. عادلی صاحب شما فرمایش اگر ندارین بریم خدمت علوی صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در جلسه هستن. استفاده کردیم از فرمایشات همه عزیزان و بسیار مطالب زیاد در ذهن آمده از وسط فرمایشات عزیزان از جلسه، ولی چند نکته را من به ترتیب میگم. نمیدونم اول از کجا شروع کنم. اول همین جواب آقای عاطف بگویم که آقای عاطف همینطور کورمال درباره قیام هزارجات، این قیام نبوده، یک شورش‌های پراکنده نقطه به نقطه بوده، قیام عمومی نبوده. در هزارجات چند گروه و چند طرز فکر وجود داشته. یک گروه طرفدار دولت بوده، یک گروه طرفدار قوانین بوده، باز قوانین هم طرفدار دولت بوده، باز یک گروه دیگه مخالف دولت بوده، باز یک گروه دیگه کلا بر سر مالیات مشکل داشته، باز یک گروه دیگه. این کلا نمیشه این یک قیام گفت، این رو باید گفت شورش های کوری بی هدف و پراکنده. اما نقطه مرکزی کجاست و شروع کار از کجا میشه؟ شروع کار از اینجا می شود. این سوال آقای عاطف از فرمایشات ما دیدیم که آقای عاطف خیلی کورمال میزنم، ما امیر یک کلمه جواب میگم. بعد از سقوط امیر شیرعلی خان میدانید پسر کاکای عبدالرحمن است. اینا سه تا برادر هستند: امیر شیرعلی خان، محمد افضل خان، محمد اعظم خان. افغانستان قدیم که بزرگ بوده، اینا افغانستان سه قسمت بوده. قسمت شمال در دست پدر عبدالرحمن محمد افضل خان بوده، قسمت جنوب و مشرقی پېشاور و کوهاد و سوهاد زیر نظر محمد اعظم خان بوده و قسمت نواحی مرکزی هرات، قندار، نیمروز، بادغیسات، اینها زیر نظر شیرعلی خان بوده، امیر شیرعلی خان. این سه تا برادر با هم بر سر یک دست کردن قدرت با هم چی جنگ‌های خاندانی که نکردن. اینمی عبدالرحمن با امیر شیرعلی خان عموی خودش جی جنگ‌ها که نکرده و او را دوباره از سلطنت ساقط داده. شیرعلی خان دوباره سلطنت سقوط کرده، دوباره به سلطنت برگشت. همونطوری که در وسط فرمایشات آقای کاظمی بود، اگر دقت کرده باشید، امیر شیرعلی خان بچه خودش دوست محمد خان را حاکم هزاره کرده بود که حتی آقای کاظمی گفت که زنش هم هزارگی بوده. اینجا یک نکته کلیدی وجود داره. آقای عاطف رفتیم، ما دارم با تو گپ میزنم، ما تو رو نمیبینیم اصلا. خدا نشان بدی که گپ میکنه. هستم. آره، چون ما سر تو عصبانی هستم به خاطر که خیلی کورمال گپ زدی، روشن گپ نزدی و شاید در این مورد اطلاعاتت کمه، ولی اطلاعات ما در این مورد کامله. عرضم به حضور انور شما
هزاره ها کلا در طول این دورانی که حکومت امیر شیر علی خان و این سه برادر شاید هم قبل از اون جانب امیر شیر علی خان داشتند. یعنی به این معنا ما میتوانیم بگیم که امیر شیر علی خان بر هزارجات حکومت میکرده از طریق بچهش، چون بچهش همون دوست محمد خان حاکم هزارجات بوده. وقتی که امیر عبدالرحمن به زور عموی خودش را چپه میکنه از حکومت، طرفداران امیر شیر علی خان، مخصوصا امیر شیر علی خان بچهش یک بچه بزرگی داشته به نام محمد ابراهیم خان. این محمد ابراهیم خان به همراه دیگر مخالفین عبدالرحمن از سران قبایل و اقوام که در بین اونا هزاره هست، در بین اونا پشتون ها هستن، اقوام دیگه هست، نورزایی ها، شینواری ها، خب کلا اینا چند اقوام وردک، سرکرده های از اینا، چند نفر از سرکردگان اقوام و قبایل که در رأس اونها همین پسر امیر شیر علی خان است که عرض کردم محمد ابراهیم خان به همراه میرزا حبیب الله مستوفی رئیس قوم وردک که در زمان امیر شیر علی خان ای بوده در حقیقت مثلا قایم مقام وزیر محکمه را داشته یا قایم مقام استر محکمه را داشته، مقام بسیار بالایی داشته میرزا حبیب الله مستوفی و سید محمود کنری و بسیار کسای دیگه از سران اقوام قبایل. اینها چون مخالف عبدالرحمن بودن، همه اینا جمع شده بودن زیر پرچم محمد ابراهیم خان بعد از فوت امیر شیر علی خان. امیر شیر علی خان امیر شیر علی خان در سال 1296 هجری قمری از دنیا میره که بعد از دو دیگه عبدالرحمن حکومت به دستش میاد. منظور این است که بعد از فوت امیر شیر علی خان بازم این طرفداران امیر شیر علی خان هوای حکومت داشته که بچهش را میخواست سر کار بیاره. بچهش هم با انگلستان خیلی خوب بوده. همین کسایی که عرض کردم بچه امیر شیر علی خان و سید محمود کنری و منگل شنواری و کلا خیلی کسای دیگه و مخصوصا این میرزا حبیب الله مستوفی خیلی آدم مهمی هست. اینها همه فرار میکنن در هند بریتانوی. او زمان روابط عبدالرحمن با انگلستان و با هند بریتانوی خوب نبوده، چون عبدالرحمن در شمال حکومت میکرده و از شمال آمده بوده، بیشتر با روس ها خوب بوده. یعنی در حقیقت عبدالرحمن میشود تا این مقطع یک نوع متحد روس ها حساب کرد. با انگلیسی ها مشکل زیاد داشته. در نتیجه انگلیسی ها از طرفداران امیر شیر علی خان حمایت میکردن، مخصوصا از بچهش. این بچهش با ایمی سران اقوام و قبایلی که عرض کردم به هندوستان که رفته بوده، انگلیسی ها برای اینا پول میده، برای اینا خانه میده، دفتر میده، تفنگ میده، اینا رو تجهیز میکنه که اینا علیه عبدالرحمن جنگ بکنه. این مطلب باعث می شود که تمام طرفداران امیر شیر علی خان در هرات، حتی تا این زمان هرات هم تسلیم نشده، هرات هم مقاومت میکنه، نیمروز مقاومت میکنه، قندار مقاومت میکنه، اینا همه منتظر برگشت بچه امیر شیر علی خان هستند. من جمله هزاره ها هم منتظر برگشت امیر شیر علی خان هستند. در جاغوری، در مالستان، در غزنی خانواده هست از خود جاغوری ها به نام سردار شیر علی خان که اتفاقا هم نام امیر شیر علی خانه. این سردار شیر علی خان هزاره از کارگزاران اصلی امیر شیر علی خان بوده. امیر شیر علی خان برای عزیز نزدیک 400 میل تفنگ، 2 ضرب توپ، 6 ضرب توپ که توبا سوار قاطر میشده داده بوده که خب کارگزارش بود دیگه. این همیشه به نفع بوده. جنگ از همینجا هم شروع میشه. اتفاقا مشکل عبدالرحمن با هزاره ها از همو برخوردی با سردار شیر علی خان هزاره جاغوری شروع میشه، با بنیادخان مالستانی. اینا کلا طرفدار امیر شیر علی خان بودن و تا هنوز منتظر برگشت بچه امیر شیر علی خان هستند. این جریان ادامه پیدا میکنه تا سال 1305 هجری قمری، یعنی تا سال 7 حکومت عبدالرحمن. تا سال 7 حکومت عبدالرحمن روابط با انگلیس همچنان تقریبا ناملایم بوده. بعد در این وسط مذاکرات زیادی بین امیر عبدالرحمن با انگلیسی ها شروع میشه. امیر عبدالرحمن در سال
تقریبا در سال سوم چهارم پنجم حکومتش بنا به دعوت انگلیسی ها سفر میکنه به هند بریتانوی تا در راولپندی. در اونجا با سران هند بریتانوی میشینه، چندین جلسه مذاکرات داشته. من الان در ذهنم میاد اینا 7 جلسه با هم داشته با سران هند بریتانوی. در نتیجه روابط عبدالرحمن با انگلیسی ها بهبود پیدا میکنه، خوب میشه تا سال 1305 تا سال هفتم حکومت عبدالرحمن. در سال هفتم حکومت عبدالرحمن یعنی همون سال 1305 اینجاست که دولت هند بریتانوی از بچه امیر شیر علی خان، از سید محمود کنری، از همراهانش، از میرزا حبیب الله مصطفی که خیلی آدم مهمی بوده، تا الان حبیب الله مصطفی 1500 میل اسلحه در بین قوم خودش داشته که اینها را کلا در نزد بچه های امیر شیر علی خان، سردار شیر علی خان جاغوری نگه داشته بوده. خب خلاصه گیج نشوید، در سال 1305 یعنی در سال هفتم سلطنت امیر عبدالرحمن خان روابط اونقدر بهبود پیدا میکنه با انگلستان که انگلستان دیگه اینجا از مخالفین عبدالرحمن، از بچه امیر شیر علی خان میخواید که دیگه اجازه ندارید علی عبدالرحمن فعالیت کنید. ببینید اینا 7 سال علی عبدالرحمن در انگلستان، در هند بریتانوی دفتر داشتن، پول میگرفتن، حتی حقوق معاش ماهانه انگلیس برای اینا مقرر کرده بود. همین سراج می نویسه، میگه در همون سال 1305 بود که انگلستان با اینا تماس میگیره و با اینا اخطار میده و از اینا التزام و تعهد میگیره که اگر بعد از این علیه عبدالرحمن علیه حکومت افغانستان فعالیت کردید، ما معاش 1 ساله شما را جریمه قرار میدیم. اینا دیگه تقریبا ممنوع الفعالیت میشن. روابط اینقدر مقدار معاش هم در ذهن تا نه سلوی صاحب؟ قید نشده. شاید همین لحظه در ذهنم نیست، ولی به طور دقیق یادم هست. کاتبی رو میگم، من صفحات کتابم الان میتونم برای شما بیارم. در سال 1305 برابر است با سال هفتم حکومت سلطنت امیر عبدالرحمن، انگلستان اینا رو اختیار میده که معاش شما رو ما قطع میکنم اگر قرار باشد که شما دیگه علی، باز اینا التزام میدن که علی عبدالرحمن فعالیت نه، ولی فعالیت در داخل بازم همچنان داشته. طبعا اینا از دل راضی نمیشدن. چیز هزاره ها تا هنوز امید به پیروزی بچه امیر شیر علی خان داشتن به هوای گذشته. عبدالرحمن باز برای اقوام هزاره نامه نوشته میکنه. من برای شما وقت ندارم، اگر نامه هایی که امیر عبدالرحمن برای مردم هزاره نوشته در سراج هست، در خود تاج تواریخ هم به طور کلی گفته شده که ما نامه نوشته کردیم. نامه های عبدالرحمن برای قوم هزاره بسیار شفقت آمیزه. اصلا در اینجا نه مسئله مذهبی مطرح میکنه عبدالرحمن، نه مسئله قومی مطرح میکنه، هیچ مشکلی دیگه نیست. فقط از مردم هزاره 2 چیز میخواید: اطاعت کنید، مالیات بدید. اینمی 2 چیز. پس در نهایت حاصل کلام من یه جمع میکنم تا برم سر گبی دیگه. جنگ عبدالرحمن با هزاره ها فقط برای تأمین امنیت منطقه است. یعنی این ما میتوانیم این جنگ نه مذهبیه، نه قومیه، نه کدام ماهیت دیگه داره. جنگ برای تأمین امنیت است. مردم ناامنی میکردن، شورش های پیاپی، شورش های پراکنده. اتفاقا این شورش ها با هم ارتباط هم نداشته. شیخ علی شورش میکنه، جاغوری ساکته. جاغوری شورش میکنه، دایکندی ساکته. ورزگان شورش میکنه، بامیان ساکته. یعنی نقطه به نقطه همینطوری عشقی، گاهی به گاهی، بریده پراکنده. یک خان مثلا یک دفعه دماغش بر میخوره، یک شورش را میندازه. بعد وقتی که شکست میخوره، وقتی که لشکر عبدالرحمن حمله میکنه با کوها میبره، باز وقتی شکست میخوره با سعید پیش میکنه، قرآن پیش میکنه، ملا و ریشسفید پیش میکنه، تسلیم میشه. این حالت 10 بار تکرار شده در بین عبدالرحمن با نقطه های مختلفی از هزارجات. هزاره اول شورش کرده، با توصیه ها، بر آمدن ریشسفید بر نامه جواب درست نداده، رفته کوه ها بالا شده.
با دولت که آمده در کوه یک چند تا توپ که فیر کرده، باز اینا شکست خورده، ترسیده آمده قرآن و سید و رشتیا و ملا و اینا رو پیش کرده که ما تسلیم هستیم. اینمی حالت تکرار می شده مدام. عبدالرحمن در نهایت تصمیم میگیره که همه اینا رو بالاخره یک باره مرگ یک بار عذاب یک بار دیگه. عبدالرحمن تصمیم میگیره که اینا رو کلا فیصله کنه، گلیم همه را جمع بکنه. عبدالرحمن برای اینا بارها نامه نوشت که مردم من هیچ فرق، اتفاقا نامه عبدالرحمن عین این عبارت ها آمده، میگه در نظر من هیچ فرق بین افغان و تاجیک و هزاره و هندو و قزلباش وجود نداره. همه شما اهل کتابین، ما پادشاه همه شما هستم، میخوایم به همه شما خدمت کنم، میخوایم مملکت برای همه باشد، ولی گوش شنوایی وجود نداره. این است که این شورش های پراکنده. اول امید به پیروزی بچه امیر شیر علی خان داشتن، با مدت 7 سال مقاومت کردن، دیدن وقتی اونم شکست خورد اینا هم شکست خوردن دیگه، تمام شد. انگلیس جلوی او رو گرفت، اینا هم در اینجا شکست خوردن. این حاصل کلام. اما اگر در یک مرحله دیگه وارد میشین، ما یک دو سوال کوتاه دارم. مرحله بسیار مهمی وارد بشم، سوال کنید. خب سوالی است که ما و شما خود هزارجات کلان شدیم. همین قصه سینه به سینه هزاره ها و سیدای ساکن هزارجات حاکی از این بود که اینمی جنگ هزاره ها به جواب مظالم عبدالرحمن خانی بوده، برعکس فرمایشاتی که شما امروز گفتین. در این مورد نظرتان کوتاه چی است؟ میگین اینا مطلقاً دروغه؟ عبدالرحمن اصلا مظالم نکرده برای اینا. عبدالرحمن ایتا زمان در هزارجات قوایش، البته ولسوالی ها فعال بوده، ادارات فعال بوده، ادارات جاغوری فعال بوده، مالستان زیر نظر جاغوری بوده، اورزگان فعال بوده، بیسود فعال بوده، دایزنگی فعال بوده، شیخ علی فعال بوده. این ادارات ولسوالی ها فعال بوده، ولی دولت خیلی ضعیف بوده، مردم مالیات نمیداده. تا اینجا اصلا قوای دولتی نیامده، اصلا مظالمی نمیشده، اصلا دولت در اینجا حضور نداشته تا مظالم کنه. آقای محسنی، خب یک نوشته کوتاه ما از چی آورده بودم از سراج التواریخی که در پشاور چاپ شده، اگر حافظه ما دقیق یاری نمیکنه شما لطفاً تصحیح بکنیم، در مورد شخصیت قتال و خونریز عبدالرحمن خان برعکس ادعاهای شما. در او سراج التواریخ نوشته که فلانی نماینده انگلیس در مزار شریف برای عبدالرحمن خان یک تفنگچه بخشش داد. عبدالرحمن خان پرسید که آیا این تفنگچه آدم میکشه؟ انگلیسی گفت بله. برده خود 6 متر دورتر استاد کرد، زد و کشت و خندید. در این مورد شما چی نظر دارین صاحب؟ کرمال جواب نتن، موثق جواب بده. این رو نمیتونم من تایید کنم، به خاطر که یک داستان همین که ما اول بار از زبان شما میشنوم، در این جایی نیامده. بسیار خوب صاحب. خب عاطف صاحب شما کوتاه میگین که کاظمی صاحب هم دست بالا کردن. بسیار کوتاه یک تذکر میتونم خدمت علوی صاحب. جناب علوی صاحب، دقیقاً ما کرمال رفتم. اولا خب ما به این معترف هستیم که معلومات ما به اندازه شما نیست، در او خیلی شک ندارم. ولی ما کرمال به خاطر از این رفتم که چون ارائه کننده کسی دیگه است بود، مثلا شما و آقای عادلی صاحب بودین، به او خاطر ما به جزئیات قضیه نرفتم. یک، ولی هدف ما این بود که شما که گفتین این چیزایی که گفتین اینا خود کلشون وسیله هستند، اینا وسایل امی بودن که باعث قیام شدن. ما خواستم ببینم که اصل هدف از این قیام چی بوده، که معمولا میخواستم بگم که در کل از لحاظ انسان شناسی تضاد منافع باعث نمیگه پا میشه. من امیر گفتم ما کرمال هم بسیار خوشم اومد از این اصطلاحتون کرمال. واقعا ما کرمال رفتم چون نمیخواستم فرصت ضایع بسازم. بسیار تشکر. بعد از این چراغ دستی بگیرین صاحب. کاظمی صاحب بفرمایید. سوال داشتم دمی گیرداری که سردار شیر علی خان که هزاره است از جاغوری و امیر شیر علی خان و عبدالرحمن خان، یک کسی هندی به نام ولی الله خان، این کرنیل است، نمیفهم کرنیل یا میجر یا هر چیز است، که اینمی هندی وارد میشه در قسمت غزنی و این یک جنگ را بین تاجیکا و هزاره ها را مندازه. آیا شما این شخص درباره از این معلومات دارین یا ندارین؟ مشکل دیگه
در قسمت تاریخ دوی قوم هایی که شما یار شوریش میگین ای است که امیرا همش با هزارا به یک نحو ارتباط داره، یا خیشاوندی داره یا لشکر الجاری داره. هزارا در جمع هست. اما سوال است که خب چطور وقتی که کشتار شروع میشه دیگه او زمان ترخوش که نمیشناسه. البته پیش از همه اینا فقط میخواستم همی هندی که در گیردار اختلافات بین امیر و امیر شیرعلی و شیرعلی خان که هزاره بوده اوج میگیره در غزنی، اینمی آدم کی بوده؟ من ایشون تانوز ندیدم، در ذهنم نیست واقعا. در کتاب من خواندم امید در ذهن من نیست. اگر بعدا بهش برخوردم باز میگم. اما یک نکته دیگر را من اشاره کنم به فرمایشات شما و این برای آقای عاطف هم خیلی جالبه. اتفاقا بسیاری از خوانین دایزنگی، جاغوری، امینا اصلا طرفدار عبدالرحمن هستن. عبدالرحمن اینا را همیشه تشویق میکنه، اینا را همیشه پیش خود طلب میکنه، جوایز میده، خیلی مفصله. یک مطلب دیگه این که خود همه عبدالرحمن، حالا او کتاب تاج تواریخ مال خود عبدالرحمن هم نیست، مال سلطان محمد خان هندی با ترجمه ایرانی از روی انگلیسی. او خیلی مشکلات زیاد داره، ولی با اینما چون و فرمایش دوستا که فرمودن ما چون دیگه منبع نداریم فعلا، ما در او باره اگه گپ بزنیم 2 منبع داریم. اینمی سراج تواریخ هست و تاج تواریخ که تاج تواریخ خیلی مفصله و سراج تواریخ هم خیلی اطواله. اینمی اطوالگویی از او باعث میشه که اصلا مقصد خودش هم گم باشه و آدم هم بسیار 10 بار او رو بخونه تا ازش یک چیز بود. یک منبع کوچیک دیگه هم بوده قبلا ولی حالا اون نابود شده. یک منبع هم همزمان با این هست ولی در رابطه با جنگ‌های وارزگان اینا زیاد مطلب نداره. او بیشتر یک بحثی کتابی بوده به نام کتابی بوده به نام المختصر المنقول فی تاریخ الحضاره و المغول، مال محمد افضل ورزگانیه که هم معاصری کاتب بوده. اتفاقا کتاب کوچیکی ما در قم دیده بودم و خوانده بودم هم مطالبش. خیلی چیز زیادی در این باره جنگا نداره. منظورم اینه که یک کتابی در اون زمانه هست که از اون میشود استفاده کرد. خب از این میگذاریم. گپی مهمی که من خواستم در این نقطه بزنم با پیوند آقای کاظمی در ذهنم آمد. عبدالرحمن در تاج تواریخ میگه که لشکر الجاری تعدادش به 45,000 نفر میرسه. این لشکر الجاری کی بوده؟ لشکر الجاری شبیه اربکی یا شبیه بسیجی ایران یا این یک چیزا میشود گفت، مثل ینیچریه های ترکا در زمان عثمانی. یعنی لشکر بسیجی اسیری غیر اجیر، لشکر اجیری غیر ملیشه فعلی. احسنتم، چقدر قشنگ گفتین. یعنی در حدود 45,000 از خود مردم هزاره لشکر الجاری بوده. آقایان یک مطلب، یا آقای کاظمی گفت تر و خشک با هم سوخته. تر و خشک با هم سوخته، این احتمالاتی در اینجا می شود که طغیان و به حساب خودسری های همون فرماندهان نظامی باشد. ما حتی در زمان دکتر نجیب می دیدیم دیگه که وقتی جنرال دوستم متری می جنگید برای دولت، خب او زمان هم اینا برای دولت لابد متری می جنگیده دیگه. یک مطلب دیگه این است آقای کاظمی که اصلا او تر و خشکی که ما امروز میشنویم که نمیدونم 60% کشته شد، 70% اینا در سراج تواریخ نیامده، در تاج تواریخ نیامده. داستان شیرین هزاره، اون دختری که میگه او یک افسانه یه که تازگی ها ساخته داشته، او در سراج تواریخ نیست. داستان 40 دختران که میگن 40 دختر خود از سر کوه پرت کرده که امروزا میگن 40 تا نبوده، چند دسته 40 تا بوده. یعنی میخواین بزرگش کنن، این امسال تازه جور کرده. این دروغه. داستان 62% دروغه. داستان حتی امی تصرف اراضی هم دروغه. او قدر اراضی کسی غصب نشده. ما میبینیم، من اتفاقا تحقیق کردم، اما حول و حوش اراضی هزارجات مثلا همین دشتای تیری، چوره، ارغنداو، دهراوود، بغران، کجران، کساو، گیزاو، اینا همون زمان ها پشتون نشین بوده، حالا هم پشتون نشین است. پس زمین در کجا گرفته شده؟ زمین کی گرفته شده؟ یعنی اینا دروغ امروز شایع میکنن که این زمین ها مال هزاره ها بود، عبدالرحمن اینا را از ما گرفت به پشتون ها داد. این دروغه.
اتفاقا در دهراود، در بغران، در کجران، در خلج خود یعنی پشتونان نورزایی در همون زمان متحد میشن با هزاره ها علیه عبدالرحمن جنگ میکنن. عبدالرحمن که پیروز میشه اینا رو 50,000 روپیه او زمان جریمه میکنه. افغان دراود و خود دراود در کجاست؟ الان در ورزگانه. پس این زمین ها یا افغان ها اینجا بوده. اینا دروغه. خب پس حالا حرف سری از اینه که در هزارجات قوانین اغلب جانبدار عبدالرحمن بوده و همون قوانین هم 45,000 لشکر الجاری در اختیار داشته که این لشکر الجاری هم یک جا نبوده، بریده هر خانی چی مقدار. بعد عبدالرحمن وقتی اینا رو میخواسته هر خانی 50 سوار در رأس 60 سوار پیش عبدالرحمن میرفته، از عبدالرحمن دستور میگرفته، با عبدالرحمن هم نوایی میکرده، عبدالرحمن برای خود اینا، برای خانمهای اینا هدیه میداده. این همیشه بوده. عبدالرحمن با اینا خیلی ملایمت کرده که مردم زیر فرمان بیایه، ولی در آخر یک ایده پیدا میشن، این جنگ شروع میشه. کار نداریم از این. میرسیم سر سراج تواریخ. من اینجا میخوام یک خورده کمک آقای عادلی کنم و یک مقدار آقای عادلی هم در یک جای در کرمال افتاد. حالا امروز دیگه این کرمال شده. ما همین کرمال های آقای عادلی را همینجا ما میخوایم واضحاً بگیم. در رابطه با سراج تواریخ آقای عادلی فرمودن که سراج تواریخ کاملترین چاپش در سال 1370 در قم شده. زیر نظر ای درسته، من میخوایم تایید کنم فرمایشات آقای عادلی را، منتها واضحتر از آقای عادلی ما میخوایم صحبت کنم، مستندتر. در اون سال سازمان نصر یک گروهی تشکیل داد به نام کانون نویسندگان افغانستان که در رأسش آقای دانش بود. بعد از سال 70 اینا کتاب سراج تواریخ پیدا کردن، آوردن زیر نظر وزارت خارجه ایران، برای او مقدمه زدن، او را تصحیح کردن، او را چاقش کردن که توضیحاتش هم آمده در داخل تحویل جامعه دادن. حالا در اینجا چی اتفاق افتاده؟ در مقدمه ای که خود همه حضرات در برای چاپ همون سال میزند، خودشون اعتراف داره که این سراج تواریخ برای اولین بار کامل چاپ میشه. واقعا همینه. و باز خودشون میگه که سراج تواریخ با کلی نایاب بود و یک فتوکپیش از آلمان پیدا شده. این رو من میخوانم امیر از مقدمه چاپ سال 1370. این رو از متن میخوانم برای شما خوب گوش کنید. اول بار حدود 60-70 سال بعد از فوت کاتب سراج تواریخ به طور کامل چاپ میشه بنا به فرمایش متولیایش. گوش کنید، من از متن کتاب میخوانم برای شما. در مقدمه ای که برای چاپ همین سال نوشته شده اینطوری آمده: متولیان چاپ قم در بخش سخن ناشر که در پایان قسمت سوم از جلد دوم آورده است، درباره پیدا شدن کتاب چنین میگوید. کتاب از کجا پیدا میشه؟ میگویند کتاب سراج تواریخ که در سالهای 1331 تا 1333 هجری قمری در مطبعه کابل در 3 جلد و هزاران نسخه به چاپ رسید، متاسفانه چنان نایاب شد که فقط نامی از او باقی ماند. هیچ در دسترس نیست، فقط نامی. این کتاب تنها در برخی کتابخانه‌های معتبر جهان وجود دارد که اون هم اغلب ناقص است. روی عبارات دقت کنید. در سال 1369 شمسی جلد اول و دوم اون در پشاور پاکستان از سوی دولت موقت مجاهدین تجدید چاپ و به صورت افست منتشر شد، اما از جلد سوم خبری نبود. تنها نسخه از اون در آلمان فتوکپی شده و مورد استفاده برخی پژوهشگران افغانستان قرار گرفت. ببین یک نسخه فتوکپی شده در آلمان وجود داره. این سوال انگیزه. این نسخه فتوکپی شده را آدرس بدید در کدام دانشگاه، در کدام کتابخانه است، در پیش کدام محقق است. فقط هوایی میگه یک نسخه فتوکپی شده در آلمان هست که حتما همون به دستشون رسیده. دیگه گوش کن، حتما همون رو میخواه بگه که ما از او یک نسخه فتوکپی در هوای آلمانه، در زمینش هم نیست. چون اگه در زمین بود که میگه در فلان کتابخانه پیش فلان محقق در فلان دانشگاه، ولی اینا رو نمیگه. باز چی میگه؟ میگه چند قبل. چقدر مبهم گپ میزنه. این مبهم گویی از خودش سوال انگیزه.
چند قبل نسخه صحیح و سالم سه جلدی سراج التواریخ چاپ کامل به دستم رسید. چون جلد سوم تجدید چاپ نشده بود، مشتاق بودم که این جلد نیز چاپ شود. خداوند متعال را سپاس میگویم که با کمک مالی یکی از دوستان توانستم جلد سوم را نیز در 2 جلد تجدید چاپ کنم و در اختیار علاقمندان به تاریخ و فرهنگ سرزمین خونبار افغانستان قرار بدهم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عین میم غزنوی. همه چیز مبهمه. حتی این کتاب یک بار در سال 70 چاپ میشه تا اعتبار پیدا کنه. باز در سال 2 سال بعدش در سال 1372 بازم در تهران چاپ میشه و استناد میکنه به این کتاب. اینجا تقریبا چی کار شده؟ اینجا ما میخوایم این رو بگویم. اولی کتاب به نام شخص مستعار چاپ میشه به نام عین میم غزنوی. آقایان شما عین میم غزنوی را میشناسید کیه؟ کسی میشناسد عین میم غزنوی؟ یک آدم، طبعا یک آدمی است که سرش به تنش میارزه دیگه. افغانی هم دیگه را میشناسن که چی کسی محققه، چی کسی تحقیق کرده، چی کسی ناشره، چی کسی ولی تا حالا ما که در قم بودیم، کتابم در قم چاپ شده، کسی به نام عین میم غزنوی رو ما نمیشناسه. پس این در سال 1370 کتاب به صورت شبنامه‌ای و گمنام چاپ میشه. چرا؟ به خاطری که شخص عین میم غزنوی نمیخواد خود معرفی کنه، چون اینجا تقلب شده. کتاب اینجا چاق شده، فربه شده، دستکاری شده، کم و زیاد شده به نام عین میم غزنوی. ما عین میم غزنوی را هر چی تحقیق کردیم پیدا نتوانستیم. پس فعلا تا هنوز کتاب پادر هواست. اینیال سال بعدش آقای دانش و وزارت خارجه ایران میآید همه عین میم غزنوی را رسمیت میده. نه خودش گمه، کتابش را میاره یک قدم بالاتر، اعتبارش بالاتر میبره زیر نظر وزارت خارجه ایران. این در چاپ دومی سال 1372. ایران بخوانم. در این مرحله است که سراج التواریخ غنی سازی شده. اینا رو کار نداریم، از اینا تیر میشه. در مطلبی که به سال 1372 آمده، ببین در سال 1370 این کتاب به نام شخصی به نام عین میم غزنوی با نام مستعار چاپ میشه تا یخنش گیر نروه، موچش باز نشود. تا امروز ما عین میم غزنوی را نشناخته ایم که او کیه. اما 2 سال بعد امی کتاب عین میم غزنوی را آقای دانش زیر نظر وزارت خارجه ایران چاپ میکنه. این را گوش کنید. 2 سال بعد در سال 1372 بار دیگر با همکاری سازمان نصر و وزارت خارجه ایران روی کتاب کار می شود که در مقدمه چاپ 1372 چنین آمده است. در مقدمه سال 1370 2 سال پیش را برای شما خواندم، اینا 2 سال بعد گوش کن. میگه به همین منظور استنساخ، تصحیح و طبع و باسمه مجدد کتاب را به همت و یاری همکاران ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین سرور دانش استاد محترم محمد مهدی مختار و دکتر عبدالحسین محمد اسحاق به انجام رسانیدیم. خوب گوش کنید کتاب چقدر دستکاری شده. این کتاب در شکل حاضر، این مقدمه چاپ 1372 دیگه، برید پیدا کنید خودتون بخوانید. اونجا میگه این کتاب در شکل حاضر حاصل دسترنجی جمعی است که از صرف وقت و بذل دقت و وسواس دریغ نورزیده، خواسته جز خرسندی و رضامندی شما خواننده گرامی ندارد. میگه یک جمع ریاضی کار کرده تا اینجا رسانده. خب این رو گوش کن. اینجاش خیلی اینجا دیگه خیلی شیرین میشه مطلب. دو خروس اینجا بیرون میزنه. ناگفتن نماند که در گردآوری این مجموعه یاران موافق و فرهنگ دوست دست معاضدت از آستین موافقت کشیده یار و مددگار گشتند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف امین با اقدام بر رفع 100 صفحه از صفحات ناقص جلد 3 کتاب و جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدالعلی مزاری با تهیه کپی بخشی از اصل دست نوشته سانسور نشده مرحوم مؤلف از جلد 3 مذکور که برای نخستین بار امکان چاپ منقح و عاری از سانسور این کتاب را میسر گردانید، هر یک به نحو ما را
منت پذیر ساختن. بفرما. میگه جمع روی از این کتاب کار کرده تا ایره به این صورت در آورده. 100 صفحهش را یوسف امین برداشته. ما در اینجا معنی برداشته را نفهمیدیم. یوسف امین برداشته یعنی چیکار کرد؟ یعنی کلا حذف کرده؟ یعنی برداشته برده تصحیح کرده پس آورده چسبانده؟ یعنی برداشته من نفهمیدم این 100 صفحه‌ای که یوسف امین برداشته یعنی چیکار کرد. یوسف امین طرفدار تنظیمه. یک ملایی بود که حالا مرده در قم بود، از اعضای تنظیم نسل نوی مغول بود که در کوټه است. ایشون 100 صفحه رو برداشت و بعد چیکار شده؟ عبدالعلی مزاری با تهیه کپی بخش از اصلی دستنوشته سانسور نشده مرحوم مؤلف از جلد یک قسمت فتوکپی را آقای عبدالعلی مزاری آورده، گفته این مال آقای کاتب، این کتاب سانسور نشده است. میگه ما این کتاب سانسور نشده را برای اولین بار چاپ میکنیم. بفرما. کتاب کاتب در سال 1362 برای اولین بار چاپ میشه. اونم از روی چی؟ از روی یک فتوکپی که آقای عبدالعلی مزاری آورده. از کجا آورده معلوم نیست. آقای محترم این را بگذار. ما را ممنوع. سید امضا از کیه؟ امضا از سید محمد رضا آل پیام. آل پیام همه تون میشناسید که در وزارت خارجه ایران مسئول میز افغانستان بود. این را زیر نظر آل پیام شده این کار. همین نام دیگهش که هلوی است صاحب، شعرم میگنه؟ هالو. من همین زندگی نامه آل پیام برای شما میخونم. این کتابی که اینجا چاپ شده محصول کار آقای دانش و آقای آل پیام. چرا آل پیام اینجا آورده؟ دلیل داره. به خاطر از اینکه وزارت خارجه ایران خودش یک مرکز تحقیقات داره که آثار چاپ میکنه، برای افغانستان هم آثار چاپ کرده. اینجا خواستن نام آل پیام این رو بیاره که اعتبار کتاب بالا بره، بگه این کتاب زیر نظر وزارت خارجه ایران جور شده. ولی جالبش اینه که اون مؤسسه این تحقیقات نامش نیامده، فقط نام آل پیام اومده. اگر می آورد باید میگفت مرکز تحقیقات وزارت خارجه ایران. این کار نکردن. تا نیمه های راه رفته ولی تا آخر نتونسته بره. فقط خواسته یک رنگ بزنه ولی کامل رنگ نتوانسته. ما آل پیام میخوانم. محمد رضا آل پیام زاده 20 خرداد 1336 در تهران، متخلص به هالو، شاعر و طنز پرداز ایرانی است. یک آدم طنز پرداز، یک جوکره. جوکرها که راست نمیگه، جوکره. او همچنین روزنامه نگار، عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سال 68، کارمند سابق وزارت خارجه، بازیگر فیلمساز، معترض، معترض، زندانی سیاسی، وبلاگ نویس، عضو قانون فیلم نامه‌نویسان ایران و مدیر مسئول مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا، بازیگر، تهیه کننده و کارگردان اهل ایران هم بوده است. وی مسئول سابق میز مونتاژ سپاه پاسداران در صدا و سیما بوده. سپاه پاسداران یک برنامه تلویزیونی داشت که مسئول مونتی کردن و تنظیماتش همین آل پیام بوده. و در نهایت در آخرین شغلش، در نهایت این ما از ویکیپدیا گرفتیم، همین زندگی نامه آل پیام. شما میتونید برید امیر در ویکیپدیا نگاه کنید. و در نهایت مسئول میز افغانستان در وزارت امور خارجه بوده است که در افغانستان مأموریت داشته است. این کتاب تا این حال از روی یک فتوکپی که آقای مزاری آورده و آل پیام را امضا کرده و آقای دانش و آقای این کتاب مال ممعین غزنوی هست، ولی اینا خواسته یوسف امین اینا خواسته همون کتاب ممعین غزنوی را که یک شبنامه بوده با اسم مستعار چاپ شده، طرف حتی رویش نشده که بگه که نام خود کامل بنویسه، شبنامه‌ای، یک کتاب شبنامه‌ای را حالا وزارت خارجه و آقای دانش و یوسف امین و آقای مزاری دست به دست هم داده کتاب جور کرده. این اجازه بدین چون بسیار طولانی میشه امیر بحث مباحثه گونه بسازیم. من یک چیز از شما یک اعتراض بکنم سر شما او اعتراض جواب بدین که مباحثه گونه شود. محسنی صاحب اجازه هستید؟ خواهش میکنم بفرمایید. شما گفتین که این شور قیام نبوده، شورش‌های تک و تک و اینجا و اونجا بوده، ولی من یک سند به شما نشون میدم، سندی که شما به او اعتقاد دارین، نمیال به او یاد کردین. سند اسناد تاج التواریخ که شما فکر میکنم سراج التواریخ که میخوانین، در او بعض یک امری از عبدالرحمن خان است که به محلات مختلف، به مناطق مختلف هدایت میده که چقدر سوار و چقدر پیاده و چقدر
آذوقه و گپا از کجا بگیر. مثلا ارقامش به دقیق به یاد من نیست، مثلا یاد من از بدخشان گفته بود 2000 سوار و 10000 پیاده و مثلا به این شکل. این ارقامی که شما جمع میکنین حدود 130 تا 140 هزار آدم میشه که جمع کرده عبدالرحمن خان به عنوان از این که بریم به فتنه هزارجات خاتمه ببخشید. یعنی فتنه همونطور یک چیز حکم کرده که این برمی حکم. حالا اگه شورشات تک و تک باشه، دولت عبدالرحمن خان یک سیاستمدار است، اینقدر منابع انسانی و منابع مالی را که دو زمان 150,000 آدم جمع کردن، 140,000 آدم جمع کردن، بعدش اینا را غذا دادن، بعدش اینا را لوجستیک از اینا را در نظر گرفتن که ببره شورش‌های تک و تکی که مثلا در گپ شما در دایکندی بوده، باز در ارزگان خاموش بوده، در اونجا خاموش بوده، در اونجا بوده، این را سرکوب کنه. آیا فکر میکنین که نیاز به یک همچو جمع‌آوری، یک همچو منابع انسانی بوده باشه؟ بنان ما تصور میکنم که قیام کلان بوده، قیام سراسری بوده، ولی اختلافات داخلی و چیزایی که شما گفتین او را حرف ندارم و هم قابل تایید است، ولی قیام تک و تک نبوده. شورش‌های محلی گونه یا هر امیری که به دماغش اصطلاحی که شما استفاده کنین هر وقت که خوششان میامد یک شورش میکنن، من گمان نمیکنم یک همچین چیزی بوده باشه. نظر شما چیه در این رابطه؟ نظر بنده از چند جهت ما جواب شما رو باید بدم. اول، این شورش ها 10 سال طول کشیده، 1 سال طول نکشیده. اولین شورش ها امو جنگ جاغوری که سردار شیرعلی خان علیه عبدالرحمن جنگ کرده و عبدالرحمن آمده اون 6 ضرب توبه با اون 1300 میل مسلحه را گرفته، این در سال دوم حکومت عبدالرحمن بوده، دقیقا در سال 1292 سال دوم حکومت عبدالرحمن در 97 به حکومت رسیده. از همینجا که شما اولش شروع کنین، اولین شورش تا آخرین شورش که جنگ ورزگان و دستگیر شدن محمد عظیم خان سپاهی بوده باشد 10 سال طول میکشه. این شورش هایی که من میگم این 10 سال پراکنده بوده. در این 10 سال مالستان چند بار شورش میکنه، سرکوب میشه، جاغوری چند بار شورش، و همه شورش ها بر سر مالیات هست و بر سر تحویل اسلحه و عدم اطاعت. اینه. و بازم مخصوصا طرف های شیخ علی زیاد شورش میکنه، ولی در بهسود، در دایزنگی، در لال سرجنگل، در شهرستان، دایکنجی ما هیچ شورش را نداریم در این 10 سال. هیچ شورش نیست، یعنی به ثبت نرسیده. و بعد در سال آخر که عبدالرحمن میخواد سرکوب بکنه، مرکز ثقلش کجاست؟ امی ورزگان خاص است و در نواحی دایه، تمزان، امی نواحی شهر، این ورزگان خاص. یعنی هیچ وقت عبدالرحمن در بهسود جنگ نکرده. اگر هم بوده تا بسیار جزئی. در لال سرجنگل جنگ نشده. حالا آقای محسنی باز از بهسود خودش دفاع میکنه، میگه ما در بهسود جنگ کرده ایم. در پنجاب جنگ نشده، اینا اولوسالهای هزارجات، در ورس جنگ نشده. جنگ در کجا شده؟ در 3 نقطه شورش بوده در طی همین 10 سال. در جاغوری، در شیخ علی، در ورزگان. در این 3 نقطه بوده و جنگ آخر هم نواحی ورزگانه. این یک مطلب. مطلب دوم که شما میفرمایید این همه عدد دادی 120,000 139، خب من دارم برای شما میخوانم که کتاب دستکاری شده، اینمی ارقام داخل کتاب وارد شده. جزی شما بیار همین چاپ اولی اما بیار نسخه اولیه تایید شده سراج التواریخ، بیار اگه همین ارقام در داخلش بود، اون وقت بگو بابا اینا رو چاق کرده، اینا بیشتر بزرگ شده. از جمله همین فرمایشی که آقای عادلی داد اون جلسه آبقل، اینمی جلسه آبقل در سراج التواریخ نیست. این جلسه آبقل اگر آقای عادلی فرمایش داده از منابعی بوده که بعدا درست شده. اون منابعی که فعلا درست میشه هیچ ارزش نداره. آقای عادلی جلسه آبقل در سراج التواریخ من در اونجا گفتم که در سراج التواریخ نیست، ولی در نوشته‌های محققین معاصر از جمله گفتم کاظم یزدانی. هیچ ارزشی نداره این نوشتن های محقق معاصر. ما فعلا ما به منبع اولیه میریم. او جلسه آبقلی که شما فرمودید در سراج التواریخ نیست. اصلا هزارهای قدر تمرکز نداشته که این را در لال سرجنگل ریکو، یک لشکر در نمیدانم در سیغان و کامرد ریکو، یک لشکر در جاغوری و غزنی ریکو. اصلا هیچ تشکیلات نداشته. این شورشا به حد این قلعه با او قلعه، این ده با او ده. این یک مطلب. ما به شما نکته دیگر بگم آقای عاطف عزیزی محترم.
اصلا تو وام عقل خودت با کار بنداز. اصلا هزارجات ظرفیت پذیرش 120,000 لشکر جنگی را ایج نداره. اینمی لشکر 120,000 جنگی را که تو بیاری در کجای هزارجات داره خو میدی؟ این جای خو میخواه، این نان میخواه، این حیواناتش کاو علف میخواه. به خاطر از این جنگ لشکر الجاری پیش برده که لشکر الجاری محلی بوده. 120,000 نفر تو در هزارجات وارد کنی، هزارجات منفجر میشه. اصلا جای خو پیدا نمیتونه. این دهی دهاتای کوچیک کوچیک تو 120,000 نفر شو در کجا خو میدی؟ کی نان پخته کنه برای از اینا دروغ. اینا ساختگی. این 120,000 نفر همو 60% و 98% کشته های از که امروزه میگن. اینا بابا تعداد کل لشکری که بوده تقریبا شاید 8,000 از عبدالرحمن بوده که زیر نظر سردار عبدالقدوس خان بوده. بقیه از اینا کلا لشکر الجاری محلیه. تقریبا طرز بیان شما قسم است که مخاطبین فکر میکنه شما قصد استخفاف هزاره و هزارجات دارین. هرگز ما اتفاقا با از خود کتاب میخوانم برای شما. ما سراج تواریخ برای شما گفت. اصلا استخراج تواریخ خو خواندین سید. منتها یک گپ باید در نظر بگیریم. یک گپ، اینا یک رشته شورش های پراکنده بوده. از این شورش های پراکنده بعدها که آمدن نسل امروزی روی اغراض سیاسی طوفان نوح ساخته. هیچ طوفان نوحی در کار نبوده. شورش های پراکنده در طی 10 سال ادامه داشتن، نقطه به نقطه. یک بیشتر هم در شیخ علی و نواحی غزنی و جاغوری باغران کجا. بعدش هم نهایت یک جنگ در ورزگان شده. علوی سید، اون جنگ خورده و وحشتناک بوده. البته اما منصفترین مخاطب ما و شما در ذهنش طور میرسه که خب اونا تبلیغات کرد اینی طور یک چیزی دروغ ساخت. شما که تبلیغات میکنین چی میسازین؟ ما روشن اندازی میکنیم برای ذهن مردم که یعنی مردم بدانند که چقدر فریب خوردن، چقدر باشد دروغ گفته شده و چقدر حرفای ساختگی در این وسط وجود داره. من اینو میخواهم عرض کنم که در ورس جنگ نشده اصلا. چرا همین روشن اندازی رو میکنین سید؟ یک جمله را ارسطو داره. وقتی که ارسطو میخواد نظریه مسئول افلاطون رد کنه، میگه که افلاطون عزیز است اما حقیقت از او عزیزتر است. اینیال برادر، ما حقیقت در پای حقیقت هستیم. در درجه اول خودی ما در درجه دوم روشن کردن دیگران که بابا شما بیایید واقعی تر عینی تر بیاندید. بسیار خوب. میخوایم یک وعده بگیرم از شما در قدم اول و از عادلی صاحب. در هفته آینده موضوع برنامه را ما عوض میکنم و بعدا خدمت شما اعلان میکنم. ولی یک روز هر دوتایتان آمادگی بگیرین از این 6 جلسه یک نتیجه گیری بکنیم. نتیجه گیری به این معنا که امی تشنجات ذهنی کمتر شود و در او جلسه شما یک زحمت بکشین صاحب امی مکتوبایی را که میگین عبدالرحمن خان با احترام و اعزاز از خوانین و مردم هزاره یاد کرده، با صفحه را بخونین صاحب تا ای که حرف ما و شما ذهن نشین شود و امی روشنگری محقق شود. ما گفتم بهترین پیشنهاده به ما وقت بدیم. ما نامه های عبدالرحمن با اقوام هزاره را برای شما در جلسه آینده میخوان. بسیار خوب. تشکر از حضور پربار شما. گرامی، تشکر از اینکه با رادیو کتاب هستین. مباحث همچنان که میبینین خدا را شکر داغ و داغتر میشه و از روح برنامه های ما همه بزرگوارایی که اهل تحقیق است میفهمه که ما قصد نفاق اندازی و ایجاد دوئیت هرگز نداریم. ما همه مردم افغانستان به یک چشم میبینیم و رادیو کتاب اصولا معتقد به انسانیت است. انسان ها از هر نژاد و مذهبی که باشه نور چشم ماست. ما در جهت تحقق عدالت کار میکنیم و میخواهیم واقعیت های تاریخی را تا جایی که امکان داره بازگو کنیم. برای کسایی که اتهام وارد شد و گفته شد که اینا تاریخ تحریف کرده، هموطنای عزیز، ما قرارن عرض میکنم اگر صدای رادیو کتاب به گوشتان میرسه، این تریبون در اختیار شما هم هست. میتونین بیاین
استناد کنین که بر چی مبنای امی چیزها را شما نوشته کردین. قصه ای که شده که با خط خود کاتب هزاره است، ای هم باید روشن شوه که از کجا به دست آمده و در او زمان و چگونه از او زمان تا حالا نگهداری شده. با امید از که با پیشنهادات و انتقادات رادیو کتاب یاری کنین. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.